نماسته به همگی. به جلسه سوم از ترم 1 خوش اومدید. امیدوارم که تمرینات جلسه قبل رو به خوبی انجام داده باشین. تمرینات هر جلسه پیش نیازیه برای جلسه بعدیش. این جلسه هم قراره که چند تا وضعیت جدید رو توضیح بدم خدمتتون. پس به توضیحات خوب دقت کنید و تمرینات رو انجام بدین تا برای جلسات بعدی آماده باشین. ما معمولا تمریناتمون رو با یک مدیتیشن کوتاه یا یک تمرین ذهن آگاهی شروع میکنیم تا اگه هنوز توجهمون تو این لحظه نیستش توجه و حضورمون رو بیاریم اینجا روی متن. توجه به تنفس، بدن و ذهن 3 لنگر خودآگاهیه. به خاطر همین ما تمریناتمون رو با توجه به تنفس، بدن و ذهن شروع میکنیم. در یک وضعیت خیلی راحت میشینیم. ستون مهر صاف ولی ریلکسه. شونه هامون افتاده، منقبض نیستش. ستون مهرمون کاملا صافه. دست ها رو در یک وضعیت راحت روی زانوها قرار میدیم. سر در امتداد ستون مهره. چند لحظه چشمامون رو میبندیم. آروم آروم توجهمون رو میاریم روی تنفسمون. تنفسمون رو تغییر نمیدیم و فقط احساس میکنیم. به تنفسمون نگاه میکنیم. به کیفیت تنفسمون نگاه میکنیم. دم و بازدم کاملا آرام و عمیق و بدون فشار. لحظه لحظه مسیر دم و بازدم رو احساس کنید. با آرامی توجهتون رو بیارین به بدنتون. تک تک نقاط بدنتون رو نگاه کنید. کیفیتش رو نگاه کنید. بدون اینکه برچسبی بزنید و بدنتون رو قضاوت کنید. به تک تک نقاط بدن نگاه کنید. مثلا نگین کمرم خشکه، زانوم درد میکنه. برچسب نزنید. فقط نظاره‌گر و شاهد باشید. از نوک انگشتان پا بدنتون رو مرور کنید تا تاج سر. به آرامی توجهتون رو بیارین به ذهنتون. به ذهنتون توجه کنید. اگر فکر خاصی در ذهنتون هست بهش فقط نگاه کنید، قضاوت نکنید. و اگر ذهنتون خالیه و هیچ فکری در ذهنتون نیست، به خالی بودن ذهنتون توجه کنید. ذهنتون کاملا هوشیاره.
ذهنتون رو بیارین به این لحظه، به این مکان. تبسمتون رو در چشمهاتون، لبهاتون و قلبتون احساس کنید. همراه با تبسم دم عمیق و با بازدم آرام چشمهاتون رو باز کنید. بریم تمریناتمون رو شروع کنیم. مثل همیشه، مثل جلسات قبل، چونمون رو میکشیم به سمت بالا، به سمت سقف. جلوی گردن کاملا کشیده، پشت گردن بدون فشار. 5 تنفس در این وضعیت میمونیم. 1 2 3 4 5. دم عمیق، بازدم. چانه رو نزدیک به سینه میکنیم. پشت گردن کشیده، جلوی گردن بدون فشار. 1 2 3 4 5. این کار رو متوالی انجام میدیم. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. دم میاییم وسط. بازدم، سر میچرخه به سمت راست. چانه در امتداد شانه. نگاه بدون اینکه سرمون رو حرکت بدیم، فقط نگاهمون به سمت شونمون. در این وضعیت میمونیم چند لحظه. 1 توجه به دم و بازدم. 2 3 4 و 5. دم میگیریم. بازدم سمت مخالف. چانه در امتداد شانه. شونه ها رو به سمت پایین کشیدیم. نگاه به سمت چپ و به سمت شونه سمت چپ. 1 2 دم و بازدم. 3 از کششی که تو این ناحیه است آگاهیم. 4 و 5. دم. متوالی این کار رو انجام میدیم. بازدم سمت راست، کامل بازدم رو تخلیه میکنیم. دم، بازدم عمیق سمت چپ. دم، بازدم سمت راست. دم، بازدم سمت چپ. دم، راست. دم، چپ. دم میگیریم و میاییم وسط. ستون مهر صاف. دست ها رو به طرف این باز میکنیم. کمی دست ها رو به سمت عقب میکشیم. سینمون کاملا کشیده به سمت جلو. شانه ها رو از به سمت پایین میکشیم. به گوش ها نزدیک نمی کنیم. سینه کاملا بازه، دست ها کشیده و انگار که یه نفر از این طرف دستمون رو میکشه و یه نفر از این طرف. کاملا دست ها کشیده و سینه باز. 5 تنفس. 1 2 تبسم. 3 عالی. 4 و 5. آروم دست ها رو آزاد میکنیم. شانه ها رو چرخش میدیم. 1 2 بالا دم، پایین بازدم. 3 4 5
6 7 8 9 و 10. برعکس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. شانه رو حرکت میدیم. دست ها رو دوباره به سمت بیرون باز میکنیم. نگه میداریم. میخوایم شونه ها رو چرخش بدیم. به توضیحات دقت کنید. به این صورت چرخش میدیم. دست ها رو حرکت نمیدیم. عین همین حالت که شانه ها رو چرخش میدادیم این بار به این صورت چرخش میدیم. با هم انجام بدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هر موقع هم که خسته شدیم از وضعیت خارج بشین، یک کمی استراحت کنیم، بعد دوباره انجام بدیم. برعکس 1 2 3 4 5 6 7 8 عالی 9 و 10. آزاد میکنیم دستا رو، شونه ها رو حرکت میدیم. اصلا به خودتون فشار وارد نکنید. هر موقع هر جای احساس کردین که داره بهتون فشار مضاعف وارد میشه از وضعیت خارج بشین، استراحت کنید، دوباره وضعیت رو ادامه بدین. وضعیت بعدی دوباره دست ها رو به سمت بیرون باز میکنیم. کف دست ها رو به سقف و رو به بیرون. اینجا دم میگیریم. بازدم دست ها میاد مشت میشه. انگشت شست به شونمون برخورد میکنه و این کار رو متوالی انجام میدیم. دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم عمیق، دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 دم 10. دست ها رو باز میکنیم و شونه ها رو حرکت میدیم. خب بریم یه وضعیت جدید یاد بگیریم. اسم وضعیت نیمکته یا وضعیت تیبل تاپ. به این صورته. به توضیحات دقت کنید، با هم انجام بدیم وضعیت رو. در این وضعیت قرار میگیریم. خب نکته این وضعیت، نکاتش رو من میگم خدمتتون. دست ها به اندازه عرض شونه ها باز شده و به زمین عموده. حالا از کجا بدونیم دست ها عرض شونه هست یا به زمین عموده؟ دقیقاً باید زیر شونه ما این قسمت مچ دست ما قرار بگیره. انگشتای دست ها رو کاملا از هم باز میکنیم و روی زمین قرار میدیم. دست ها بسته نباید باشه. کامل باز کنید. خیلی زیاد هم باز نکنید که اذیت بشه. در حدی که کامل باز بشه و بدون فشار باشه. دست ها رو، کف دست ها کاملا چسبیده به زمین. حالا پاها عرض لگن باز شده و به زمین عموده. میتونیم هم پنجه پا رو روی زمین بذاریم، هم روی پا رو. لگن به این صورت افتاده نیست، به این صورت به سمت بالا کشیده نشده، در وضعیت خنثی‌ست و سرمون
در راستای ستون مهره هاست. پس سرمون نه در این وضعیته نه در این وضعیت. و نکته آخر نگاهمون به سمت زمینه و تقریبا 50 سانت یا نیم متر جلوتر از دست ها رو نگاه میکنیم. این کمک میکنه که فشاری رو گردنمون نباشه و سر در امتداد ستون مهره باشه. پس وضعیتمون رو تنظیم میکنیم. دست ها به اندازه عرض شانه باز شده، پاها به اندازه عرض لگن، دست ها و پاها عمود به زمین، کف دست ها کاملا روی زمین، لگن در وضعیت خنثی، سر در امتداد ستون مهره و نگاه تقریبا نیم متر جلوتر از دست ها. 5 تنفس در این وضعیت میمونیم. 1 2 3 4 5. این مچ‌هامون رو چرخش میدیم، گرم میکنیم مچ‌ها رو. چپ به راست آروم چرخش بدیم مچ‌ها رو. 1 2 3 4 5. برعکس، جهت رو برعکس میکنیم. 1 2 3 4 5. حالا جلو و عقب حرکت میدیم. باسن به سمت عقب کشیده میشه، بدن به سمت جلو. 1 2 3. کف دست ها کاملا رو زمینه. 4 و 5. میایم در وضعیت دو زانو میشینیم. آروم آروم دست هامون رو حرکت میدیم. بازو بسته میکنیم، دست ها رو در هم قلاب میکنیم، میکشیم به سمت جلو و آزاد میکنیم. خب وضعیت بعدی که میخوام این جلسه خدمتتون توضیح بدم وضعیت واجراسانا است. به این وضعیت که من الان نشستم تو یوگا بهش میگن وضعیت واجراسانا. ما خودمون میگیم وضعیت دو زانو. خب به این وضعیت که ما در ابتدا نشسته بودیم یک وضعیت راحتیه، بهش میگیم وضعیت چهار زانو یا وضعیت سوکاسانا. به این وضعیت که الان توضیح میدم میگیم وضعیت واجراسانا. حالا نکات این وضعیت چیه؟ اول نگاه کنید به وضعیت من. خودتون نگاه کنید به نکاتش رو متوجه میشین. در این وضعیت هم ستون مهرمون صافه، سرمون هم در امتداد ستون مهر است. یه نکته خیلی ریزی داره. معمولا وقتی ما میخوایم در وضعیت دو زانو بشینیم پاها روی همدیگه میان، ولی تو وضعیت واجراسانا پاها کنار هم قرار میگیرن. حالا من نشون میدم از پشت، نگاه کنید. انگشتای شست به هم میچسبن، باسن میاد بین پاها قرار میگیره. دقت کردین؟ وضعیت اشتباه اینطوریه که این پا رو یا اون پا رو بزنین رو هم دیگه. پس انگشتای شست به هم دیگه میچسبن، باسن بین پاشنه ها قرار میگیره. حالا از جلو نشون بدم. از جلو هم زانوها سعی میکنیم به هم بچسبن.
به این وضعیت میگیم وضعیت واجراسانا. حالا این وضعیت مزایای خیلی زیادی رو داره. یکی از مزایاش باعث میشه به هضم بهتر غذا کمک میکنه. یعنی ما بعد از اینکه غذا خوردیم، معدمون سنگین شد، میتونیم چند دقیقه به این صورت بشینیم، اجازه بدیم بدنمون ریلکس بشه. ولی خب حالا ما تو آساناها زیاد با این قضیه کاری نداریم. یکی از نشستنهای مراقبه هستش، میشه در این حالت هم نشست و مراقبه کردش. خب پس نکاتش این بود که انگشتان پا، شست پا به هم میچسبه، پاشنه به سمت بیرون باز میشه، باسن بین پاها میشینه و زانوها به هم چسبیده. ستون مهر صاف، شونه ها رول، دست ها کنار بدن یا روی پاها، سینه باز و تبسم. خب وضعیت بعدی، امروز کلی وضعیت جدید داریم. وضعیت بعدی اسمش وضعیت آدو موکا ویراسانا هستش که در وضعیت واجراسانا میشینیم در این وضعیت. خب حالا اسمها رو نیاز نیستش که حفظ کنید و یاد بگیرید، ولی خب یاد بگیرید هم چه بهتر. در وضعیت واجراسانا میشینیم، زانوها که چسبیده هست الان باز میکنیم اصلا، ولی وضعیت پاها همون حالته، انگوش شست چسبیده کنار هم و باسن بین پاها قرار گرفته، پاشنه ها بیرون. زانوها رو به سمت بیرون باز میکنیم. حواسمون هم هستش که پاشنه و باسن از هم جدا نشن. بدن رو میکشیم به سمت جلو به هر اندازه که میتونیم. دست ها رو میکشیم به سمت جلو، به سمت جلو، به سمت جلو و ستون مهره ها رو کش میدیم. وضعیت سر چطوریه؟ بین دست ها قرار میگیره، ولی پیشونیمون رو زمین نمیذاریم. میشه زمین هم گذاشت ولی بهتره نذاریم. چرا؟ چون اون وقت اون کششی که رو ستون مهره‌مونه اون کم میشه. یه اشتباه رایجی هم هستش که معمولا سعی میکنن اینجا سینه رو به سمت زمین بکشن و سینه رو بچسبونن زمین. خب این هم اشتباهه. اون یک وضعیت دیگه هستش که بعداً توضیح میدم. تو وضعیت آدو موکا ویراسانا ما تمام توجهمون به کشش ستون مهره است. پس وقتی که ما سینه رو میذاریم زمین یا سرمون رو میذاریم زمین، این باعث میشه این کشش کمتر بشه. پس تمام توجهتون روی دو تا نکته است. یکی این که پاشنه و باسن به هم چسبیده بمونن و نکته بعدی هم اینه که هر چقدر که میتونید بدنتون رو بکشید. امکان داره که این اندازه بمونه، مشکلی نیست، اصلا مشکلی نیستش. انعطافا فرق میکنه، توانایی بدن فرق میکنه. پس اینجا قشنگ بدن رو میکشیم، کاملا کشیده، کف دست ها به زمین فشار داده میشه و سر بین دست ها قرار میگیره. 5 تنفس تو این وضعیت بمونید. 1 2 3 4 و 5. و دقت هم کنید که دست ها اون عرض شونه باز شده، نه بیشتر نه کمتر. خب آروم آروم میاییم بالا، پاها رو جمع میکنیم و به سمت جلو دراز میکنیم. دست ها پشت بدن تو این وضعیت، پاها رو تکون میدیم، حرکت میدیم. بدن کاملا شل و رها. پای چپ اکتیو. گفتیم که چطور پای چپ اکتیو میشه؟ زانوی پا قفل میشه و روی پا به سمت بدن کشیده. یعنی الان این پا اکتیوه، کاملا عضلاتش اکتیوه. پایی که شل باشه چطوریه؟ اینطوریه. زانو خم، پا عمود به زمین نیست. به این صورت این اکتیو نیستش. پس پای چپ رو اکتیو میکنیم.
ستون مهره ها صافه. پای راست رو از زانو خم میکنیم، دست ها زیر ران قلاب میشه، بدن رو به بالا کشیده. حالا ما تو یوگا از ابزارهای مختلفی استفاده میکنیم. من به خاطر اینکه این جلسه عمومیه و این ترم درس عمومیه، سعی کردم که تمرینات رو بگم که از ابزار نیاز نباشه که استفاده کنید. ولی حالا امکان داره که مثلا تو این وضعیت که میخواین بشینین بدنتون بره به سمت عقب. خب میتونین که یه کوسن تو همه خونه ها پیدا میشه. میتونین یه کوسن رو بزنین زیر باسن، روی کوسن بشینین. حالا تو ترم های بعدی ما از ابزار و نحوه استفاده ابزار رو خواهیم گفت، ولی حالا تو این جلسه و تو جلسات بعدی حالا من سعی میکنم کوسن بیارم، حالا نحوه استفادهش رو بگم خدمتتون. ولی تا این حد بدونین که کافی که فقط یه کوسن رو بزن، اگر بدنتون اینطوری میره به سمت عقب، کافی یه کوسن رو بزنین زیر باسن و روش بشینید و این وضعیت ها رو تو اون حالت انجام بدین. پای چپ اکتیو، پای راست از زانو خم، دست ها زیر ران قلاب، ستون مهره صاف. پای راست رو بلند میکنیم و روی پا رو به سمت بیرون میکشیم در وضعیت پوینت. دم میگیریم، بازدم پا رو میکشیم به سمت بدن و در اصل فلکسش میکنیم. این کار رو متوالی انجام میدیم ولی کاملا وضعیت رو، کششش رو کامل انجام میدیم. یعنی به این صورت کامل میکشیم به سمت جلو، به این صورت کامل میکشیم به سمت بدن. با هم انجام بدیم. دم، بازدم، دم، دو، دم، سه، دم، چهار، دم، پنج، دم، شش، دم، هفت، دم، هشت، دم، نه، دم، ده. حالا چرخش بدین. اگه خسته شدین از وضعیت خارج بشین، دوباره انجام بدین. چرخش میدیم پای راست رو. 1، 2، کامل انجام بدین. 3، 4، 5، برعکس. 1، 2، 3، 4، 5. پای چپ هم اکتیوه. پا رو زمین بزنید، یکم استراحت کنید. دوباره دستا زیر ران قلاب، ستون مهره صاف. میریم وضعیت حرکت زانو. پا رو بلند میکنیم، بدن رو میکشیم به سمت زانو. پا فلکس، دم پوینت، آرنج ها صاف. متوالی انجام میدیم. بازدم، دم، 2، دم، 3، دم، 4، دم، 5، دم، 6، دم، 7، دم، 8، دم، 9، دم، 10. کف پا روی زمین میذاریم و زانو به سمت پایین میره. میتونیم در این وضعیت هم وضعیت آردا تیتالیاسانا رو انجام بدیم. میتونیم پامون رو برداریم بذاریم روی ران. حالا هر کدوم که واسهتون مقدوره. پس دم، زانو رو به سمت زمین فشار میدیم. بازدم، بغل میکنیم، زانو رو میکشیم به سمت سینه. ستون مهره هم صافه. پس دم، 1، دم، 2. کاملا با آگاهی انجام بدیم وضعیت رو. دم، 3،
4 دم 5 عالی دم 6 ادامه بدین دم 7 دم 8 دم 9 دم 10 دم زانو رو به زمین نزدیک کنید و نگه دارید. حالا امکان داره زانو اینجا باشه فشار بدید نگه دارید، امکان داره اینجا باشه فشار بدید نگه دارید، امکان داره بچسبه به زمین فشار بدید نگه دارید. ستون مهره هم صاف، سر در امتداد ستون مهره و آروم آزاد میکنید. دست ها پشت بدن حرکت میدیم. میریم سمت مخالف. پای راست اکتیو، پای چپ از زانو خم، دست ها زیر ران قلاب، ستون مهره صاف، پا رو از زمین بلند میکنیم. دم پوینت بازدم فلکس، دم پوینت بازدم فلکس، دم بازدم، دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 دم 10. حالا اگه خسته شدین پا رو بزنین زمین یا دراز کنید، حرکت بدین، استراحت کنید، بعد بریم وضعیت بعدیش. دوباره همین کار رو انجام میدیم. حالا چرخش مچ پا 1 2 3 4 5 برعکس 1 2 3 4 5. وضعیت بعدی دم بازدم، دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 و دم 10. کف پا رو میذاریم زمین، زانوی پای چپ به زمین نزدیک میشه، پا رو بلند میکنیم میذاریم روی ران. پای راست همچنان اکتیوه و سمت مخالف رو انجام میدیم. دم بازدم، دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 دم 10. دوباره دم و زانوی پای چپ رو به زمین نزدیک کنید، ستون مهره صاف، 5 تنفس. آروم پای چپ رو آزاد کنید، حرکت بدید پاها رو. خب میریم وضعیت آردا تیتالیاسان. وضعیت تیتالیاسان، این آردا تیتالی بودش، آردا یعنی نیمه. تیتالیاسانا به این صورته که پاها رو، کف پاها رو به هم نزدیک میکنیم و به هر اندازه که میتونیم پاها رو میکشیم به سمت بدن. به این صورت تک تک پاها رو میگیریم، ستون مهره صاف. امکان داره پاهاتون اینجا باشه، اصلا مشکلی نیستش. آروم آروم حرکت بدین، آروم آروم حرکت بدین. به این صورت 1 2 3 4 5
ادامه بدین. خب حالا یک کمی بیشتر زانوها رو به زمین نزدیک کنید و نگه دارین. دوباره حرکت بدین. حالا نگه دارین، زانوها رو به سمت زمین بکشین، بیشتر بکشین، نگه دارین. سعی کنید که سینه باز باشه، به این صورت نباشه. دوباره حرکت بدین. مرحله به مرحله کشش رو زیاد میکنیم. خب حالا دوباره، حالا این بار بیشتر زانو رو به سمت زمین نزدیک کنید و بمونید. آروم زانو رو بکشین بالا و بغل کنین. خب زانوها رو دراز کنید، پا رو دراز کنید، زانوها صاف بشه، حرکت بدین. خب وضعیت بعدی قفل کردن زانوها به صورت ایزومتریکه. پس زانوها رو قفل میکنیم، نگه میداریم چند تنفس، بعد شل و رها میکنیم. قبلا تمرین کردیم، حالا دوباره انجام میدیم. به این صورت دست تا پشت بدن. وقتی میخوایم زانوها رو قفل کنیم، روی پا به سمت بدن میکشیم و پشت زانوها رو به سمت زمین نزدیک میکنیم. پس با هم انجام بدیم. دم، قفل، دم و بازدم، نگه میداریم، قفل نگه داشتیم. 1 2 3 4 و 5 آزاد میکنیم. دوباره دم، بازدم، قفل، نگه میداریم. کمی هم پاشنه از رو زمین بلند شده به خاطر انقباضی که تو زانوهامون هست. نگه میداریم، آزاد میکنیم. دوباره یه بار دیگه، دم، بازدم، نگه میداریم. 1 2 3 4 5 آزاد میکنیم. حرکت میدیم پاها رو. به این حالت میگن قفل زانو یا انقباض زانو. ما تو یوگا قفل‌های مختلفی رو داریم. این یکی از اون قفل‌ها باشه. یکی از قفل‌های مهم دیگه‌ای که هستش قفل باسن و قفل شکم که ما باهاش خیلی 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 کار داریم. یعنی از این به بعد ما تو اکثر وضعیت‌ها به توجه به قفل باسن و شکم تاکید میکنیم. حالا این قفل باسن و شکم چه مزایایی داره بعداً بهتون میگم، ولی امروز قراره که این قفل باسن و شکم رو تمرین کنیم تا کاملا جا بیفته. ببینید برای اینکه ما بتونیم این قفل باسن و شکم رو درست‌تر انجام بدیم، از دم و بازدم کمک میگیریم. موقعی که دم میگیریم باسن رو قفل میکنیم و موقعی که بازدم میکنیم عضلات شکم داخل کشیده میشه و قفل انجام میشه. خب اول قفل باسن رو تمرین میکنیم. پس دم که میگیرین عضلات باسن، عضلات کف لگن رو جمع کنید کامل، هر چقدر که میتونید. در ابتدا این عضلات خیلی ضعیفن چون ازشون استفاده نشده. اینا رو منقبض که میکنید نمیتونید زیاد نگه دارید، اینا بعد یه مدت رها میشه به خاطر ضعفی که دارن. پس با تمرین و تکرار ما روی این قضیه کار میکنیم. پس با هم انجام بدیم. دم، باسن رو منقبض کنید، بازدم، دم، باسن رو منقبض میکنیم، نگه میداریم و رها میکنیم. دوباره دم،
بازدم. عضلات کف لگن جمع میشه، عضلات باسن منقبض میشه. خیلی چیز پیچیده ای نیستش. عضلات باسن رو قشنگ منقبض میکنیم. دم، بازدم، دم، بازدم. حالا میایم با بازدم عضلات شکم رو منقبض. حالا نگاه کنید از بغل. من شکمم رو کاملا رها کردم. نگاه کنید. حالا یه کمی هم اغراق میکنم، شکمو میدم جلو که دیده بشه. نگاه کنید. دم، بازم منقبض. الان بازدم عضلات شکم کشیده شد به سمت عقب و رها میکنم. دوباره نگاه کنید. دم، باسن، بازدم، شکم. خب با هم انجام بدیم. حالا امکان داره که خب بگی که مثلا من شکم دارم، اصلا مهم حالا شکم نیست، شاید نتونید کامل به سمت عقب بکشید، ولی عضلات شکم رو منقبض کنید. یعنی هدف ما انقباض عضلات شکمه، نه از نظر ظاهری شکم رو بکشیم به سمت عقب. پس با هم انجام بدیم. ببینید حالا من با دستا نشون میدم انقباض رو، شما هم با شما نیاز نیست به این صورت انجام بدید، شما فقط انقباض ها رو انجام بدید. ببینید دم، باسن منقبض، بازدم، شکم منقبض. با هم انجام بدین. دم، باسن، بازدم، شکم. متوالی. دم، بازدم، دم، باسن، بازدم، شکم. دم، باسن، بازدم، شکم. خب اینو قشنگ تمرین کنید، چون گفتم با این خیلی خیلی کار داریم و یاد گرفتن قفل باسن و شکم خیلی خیلی مهمه، به خاطر اینکه هم یه مزایای خاصی رو داره، هم اینکه برای حفظ ایمنی ستون محرم خیلی لازمه. حالا در ادامه خواهید دید که چقدر روی این مسئله ما تاکید داریم. خب دوباره در وضعیت نیمکت بیایم. امیدوارم که توضیحات یادتون نرفته باشه. دست ها عرض شانه، پاها عرض لگن، دست ها و پاها به زمین عمود، سر در امتداد ستون مهره، لگن در وضعیت خنثی، نگاه به سمت زمین و 50 سانت تقریبا جلوتر از دست ها. پاها رو رول میکنیم، 50 رو زمین قرار میگیره. این وضعیت به این صورتی که ما با قفل باسن و شکم بعد پاها زانو رو از زمین بلند میکنیم به این صورت. دقت کنید. دم، باسن رو منقبض میکنم، بازدم شکم رو میکشم تو، زانو رو میکشم بالا، حبسه، تنفس حبسه، نگه داشتم و آزاد میکنم. با هم انجام بدیم. دم، باسن منقبض، بازدم شکم منقبض و زانو از زمین بلند میشه، حبس، بازدم آزاد میکنم. دم، بازدم آزاد میکنم. زانوها رو زیاد بالا نمیکشم و در حد 10 سانت 5 سانت، بیشتر از 10 سانت نشه. دوباره دم، باسن، بازدم شکم منقبض، زانو از زمین بلند میشه، آزاد میکنم. یه بار دیگه. دم، بازدم آزاد میکنم. خب در وضعیت واجراسانا میشینم، زانوها رو به سمت بیرون باز میکنم، وضعیت آدو موکا ویراسانا.
دست ها رو به سمت جلو میکشم. سر بین دست ها قرار میگیره و 5 تنفس در این وضعیت میکنیم. کف دست ها رو به زمین فشار بدیم، باسن هم از پاشنه ها جدا نشده. 2 3 4 5. سرمون رو بلند میکنیم، آرنج ها روی زمین میذارم و بدن رو روی متن رها میکنم. پاها رو باز میکنم تا قوزک داخلی پا روی زمین قرار بگیره. دست ها رو در هم قلاب میکنم، وضعیت چیستیکاسانا. دست ها رو پشت سر میذارم ولی فشار نمیدم. وزن دست به سرمون فشار وارد میکنه و آرنج ها رو زمینه. نگاه کنید به این شکل. پیشونیم رو روی زمین گذاشتم. وضعیت به این صورت نیست. اینطوری نیست. اینطوری نیست. سرم رو قشنگ کش دادم. پیشونی رو روی زمین گذاشتم. دست ها هم خیلی ریلکس روی سرم قرار گرفته. تمام بدن شل و رهاست. این یک وضعیت ریلکسیه. پس کاملا بدنتون رو ریلکس کنین چند لحظه. دست‌ها رو آزاد کنید و به پشت دراز بکشید. زانوها رو به سمت سینه بکشید. دست‌ها در هم قلاب. هر چقدر که میتونید زانوها رو بکشید به سمت سینه. بدنتون رو راست و چپ حرکت بدین. پاها رو دراز کنید. پای چپ کاملا اکتیو. خب دوباره قفل باسن و شکم رو تمرین میکنیم تا یادمون نره. دم باسن رو منقبض میکنیم، بازدم شکم رو منقبض میکنیم و زانوی پای راست رو میکشیم به سمت سینه. هر دو پا فلکس نگه میداریم. 1 2 3 4 و 5. دوباره دم میگیریم، باسن رو قفل میکنیم، بازدم شکم رو قفل میکنیم و سر رو از زمین بلند میکنیم. چانه رو به سمت زانو میکشیم. شونه هامون رو از گوش ها دور کردیم. گودی کمر روی زمینه. پای چپ اکتیوه. 1 دم و بازدم. 2 3 پشت زانوی پای راست پای چپ هم به زمین نزدیک شده. 4 و 5. آروم آزاد میکنیم. پای راست اکتیو. پای چپ رو میکشیم به سمت بدن. هر دو پا فلکس نگه میداریم. دم باسن رو منقبض میکنیم، بازدم شکم رو منقبض میکنیم و سر رو از زمین بلند میکنیم. شانه ها به سمت گوش ها کشیده نشده، کاملا دور افتاده از گوش ها. هر دو پا فلکس. پشت زانوی پای راست
به زمین نزدیک شده و در این وضعیت 5 تنفس میکنیم. 1 2 چونه رو به سمت جلو کشیدیم. 3 4 عضلات باسن شکم قفل. 5 آروم آزاد میکنیم و پاها رو کمی حرکت میدیم. خب هر دو پا رو جفت میکنیم. پای چپ اکتیو و فلکس، پای راست اکتیو و پوینت، دست ها کنار بدن. صاف پا رو میکشیم بالا تا جایی که میتونیم. امکان داره ما تا اینجا بتونیم، امکان داره تا اینجا، امکان داره تا اینجا. تا هر جا که میتونیم میکشیم، فلکس میکنیم و با پاشنه میایم پایین. این میشه 1 دور. وضعیت رو انجام میدیم 10 دور. دم، فلکس، باز دم، پوینت، دم، فلکس، باز دم، دم، 3 دم، 4 دم، پوینت، باز دم، فلکس، 5 دم، 6 دم، 7 دم، 8 دم، 9 دم، 10. پاها رو حرکت بدین. خب قرار نیست شما تا 10 تا شماره رو انجام بدین ها، تا هر جایی که بدنتون اجازه میده. امکان داره اصلا 1 شماره بتونید یا 2 شماره. رفته رفته بدنتون که تقویت شد، رشد کرد، 10 تا شماره رو هم میتونین انجام بدین. خب پس اصلا به خودتون فشار وارد نکنید تا جایی که بدنتون اجازه میده به وضعیت ها رو انجام بدید. پای راست اکتیو، پای چپ پوینت، دم، باز دم، پوینت، دم، فلکس، 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 باز دم، دم، 5 دم، 6 دم، 7 دم، 8 دم، 9 دم، 10. پاتون رو رها کنید، حرکت بدید. وضعیت بعدی و وضعیت آخر، زانوها رو خم میکنیم، دست ها رو زیر باسن قرار میدیم، کف دست ها رو به زمین، روی دست ها باسن رو قرار میدیم. یا اگه وضعیت آسون بود میتونیم دست ها رو همینطور کنار بدن قرار بدیم و گفتم اگر وضعیت احساس کردین که سخت تره میتونید از کوسن استفاده کنید. کوسن رو بذارید زیر کمر. خب وضعیت رو با هم انجام بدیم. دست ها زیر باسن یا کوسن زیر کمر یا دست ها کنار بدن. زانوها رو میکشیم به سمت بدن، سر روی زمینه و به هر اندازه که تونستیم زانوها رو صاف میکنیم و پاها رو میکشیم رو به سقف و فلکس نگه میداریم. 1 زانوها در حد نهایتش صافه. 2 3 4 و 5. آروم زانوها رو خم میکنیم، کف پاها رو میذاریم زمین، دست ها رو آزاد میکنیم، پاها رو دراز میکنیم. پاها به اندازه عرض لگن از هم باز شده، کاملا ریلکس و رها.
بدون فشار. دست ها کنار بدن، رو به سقف. سرمون رو سمت راست و چپ حرکت میدیم. چند بار این کار رو انجام میدیم و در یک وضعیت راحت نگاه رو به سقف چشمانمون رو میبندیم. تمام بدن شل و رها. دم و بازدممون رو احساس میکنیم. چند تا دم و بازدم عمیق. دم، بازدم. با هر دم و بازدم بدن آرام و آرام‌تر. دم، بازدم. با هر دم و بازدم ذهن آزاد و رها. دم، بازدم. تمام بدن وارهیده و رها. به تک تک نقاط بدن نگاه میکنیم. بدنمون کاملا بی حرکته. بدنمون رو به هیچ عنوان حرکت نمیدیم. وضعیت شاواسانا، وضعیت جسم بی جان. در این وضعیت فقط دم و بازدم وارد و خارج میشه از بدن و هیچ حرکت اضافی دیگه‌ای در بدنمون نیست. جریان تنفس رو احساس کنید. آرامش رو در کل بدنتون احساس کنید. ذهنتون کاملا هوشیار بیاریم به این لحظه و این مکان. این لحظه و این مکان رو احساس کنید. با آرامی انگشتان دست‌ها و پاهاتون رو حرکت بدید. هر طور که دوست دارین بدنتون رو کش و قوس بدین. به بدنتون حرکت بدین. زانوها رو بکشین به سمت سینه. با دستاتون نگه دارین. آرام برگردین سمت راست بدن. دست راست رو بذارین زیر سر. دست چپ رو جلوی بدن. تبسم. دم عمیق و با بازدم چشمانتون رو باز کنید. هر موقع که خواستین دست چپ رو به زمین فشار بدین و بیاین بالا. در وضعیت سوکاسانا یا هر وضعیت راحت دیگه بشینید.
نماسته به همگی. امیدوارم که تمرین امروز واسهتون لذت بخش بوده باشه.